مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم میگه که منم داشتونی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. امروز میخوایم تحلیل و آنالیز بکنیم یک خبر جنجالی که در رسانه ها منتشر شد. BBC فارسی نسبت به این خبر هم واکنششون داد و خیلی از افراد هم نسبت به این قضیه قبلا هم واکنششون داده بودن. اون هم ورود نهادهای اطلاعاتی امنیتی مثل اطلاعات سپاه برای کنترل و مهار سلبریتی ها بود. تیتری که حالا BBC فارسی هم تحت عنوان یک خبر محرمانه بهش پرداخت که البته همچین خبر محرمانه و عجیب و غریبی نیست و گفتش که افشاگری BBC فارسی اسناد محرمانه که نشون میده یک کمیته به اسم کمیته چهره‌های خاص برای مهار سلبریتی های معترض در ایران توسط وزارت ارشاد و همکاری اطلاعات سپاه تشکیل شده. البته این سبک خبرها وقتی از رسانه‌های لندن نشینی مثل BBC و ایران اینترنشنال میاد بالا، من کلا روش گارد دارم و قبلا هم نسبت به این قضیه افشاگری کردم. البته فوشش هم خوردم که تو چرا از این رسانه ها داری انتقاد میکنی؟ این رسانه هایی که دارن ضد آخوندها صحبت میکنن، تو وقتی از این رسانه ها انتقاد بکنی تو قطعا با آخوندهایی، در صورتی که من همیشه در رسانه خودم هدفم این بوده که سطح آگاهی و سواد رسانه مردم رو بالا ببرم. تو بازی این سیاسی هم نبودم، نه سمت این ور رفتم نه سمت اون ور رفتم، فقط سمت رسانه خودم رو داشتم. برای همینه برام فرقی نمیکنه چپ باشه راست باشه اصولگرا باشه اصلاح طلب باشه اون وری باشه نمیدونم اپوزیسیون، برای من هیچ کدوم از این افراد هیچ فرقی نمیکنن در رسانه، چون اصلا نیازی ندارم وارد بازی‌های سیاسی این افراد بشم و اصلا نیاز ندارم برم وارد یه گروه سیاسی خاصی بشم بخوام فردا روز به قول خودشون فردای فلان یه قدرتی بگیرم. نیازی به این چیزا ندارم، نه نیاز مالیشو دارم، نه عقده دیده شدنشو دارم، نه عقده مدیریتشو دارم. اگرم بخوام به مردمم خدمت بکنم، چون یه عده‌شون میرن رو اون کاور که آقا ما می‌خوایم به مردممون کمک بکنیم برای آزادی ایران، سعی می‌کنم که اون چیزی که بلدم در رسانه‌ام و از این حمایتی که شما مردم از من میکنید استفاده بکنم و حمایت بکنم. حالا ایناش زیاد مهم نیست، اما یک سند محرمانه که BBC منتشر کرده، من همیشه گفتم گارد دارم نسبت به این رسانه. یادتونه چند وقت پیش اومدم ایران اینترنشنال رو تحلیل کردم، اومده بودن یه خبر زده بودن که آقا فرار مقامای ایران به ونزوئلا، آقا چمدونا رو جمع کردن، دلارا رو شمردن گذاشتن تو کیف، بدو در رو سمت ونزوئلا و دیگه تمام شد دیگه رفتن. یادتونه این خبر رو من اومدم تحلیل کردم و گفتم که آقا اینا اصلا نیازی به این ندارن که امروز و فردا برن ونزوئلا، اینا از قبل پولاشون رو بردن و از الان تا 7 جد آباد خودشون رو بستن. چرا این خبرهای چرت و پرت به مردم میدید؟ ما مردم آگاهن، کلی فوش خوردیم و اینا، ولی خیلی سوسکی ایران اینترنشنال مثل بقیه خبرها و اسناد محرمانه‌ای که دستش میرسید حالا معلوم نبود از کجا آمده. بعد حالا بتونم میگم که یه سری از این اسناد و مدارک هدایت شده ارسال میشه به این رسانه ها و حالا امروز هم یه چند تاشو به شما میگم که چرا اصلا اسناد هدایت شده میفرستن، دلیل علمی داره. اما بهتون میگم که از این کارا زیاد میکنن دیگه. ببین این نمونهش. امشب در 24 خبر فوری توافق جمهوری اسلامی با ونزوئلا برای پناه دادن به مقامات ایرانی در صورت بدتر شدن اوضاع. این خبر مثلا 3-4 ماه پیش بود که گفتن آقا بدوی جمع کردن مقاما و مسئولین رفتن ونزوئلا دیگه تمام. بعد وقتی شما این خبرها رو پخش میکنید بعد این اتفاق نمیفته، یک موج ناامیدی، نارضایتی، موج شکست در بین یه عده مبارز اتفاق میفته. یعنی میگن که اینا نرفتن، پس ما اصلا اتوماتیک وار از بعد روانشناسی این اتفاق میفته. حالا بگذاریم، یه نامه اومده بودن منتشر کرده بودن و گفته بودن که یک نامه خیلی محرمانه است. حالا نامه نه سبک داره نه تاریخ نه هیچی، بماند گفته که به اسم اتحادی به گیرندگان ذیل سلام علیکم، با احترام به پیوست مصوبات جلسه کمیته چهره‌های خاص زیر مجموعه شورای امنیت کشور تاریخ 14 مهر ماه 4 مهر ماه جهت صدور دستور اقدام و اعلام نتیجه به دبیرخانه شورای امنیت کشور ارسال میشه. آقای میر احمدی به عنوان معاون امنیتی انتظامی اومده
این نامه رو که آنی هم بوده امضا که حالا جالبه که هیچ چیزی هم نداره و نامه کوچولو من نمیدونم اگه نامه انقدره معمولا ما تا جایی که یادمون میاد نامه ها رو بعضی از این نامه ها رو تو A5 اینوری تایپ میکردن نه رو A4 اینوری. حالا تا جایی که من حالا یادم میاد این احتمالاً چون سربرگ و اینا هم بالاش نداره، حالا A5 خداوند اختراع کرده بوده برای اینجور موقع. به هر حال این خبر اومده بوده و توی دیتیل خبرشون هم گفته بودن که یک کمیته تشکیل شده به اسم کمیته چرای خاص. حالا جای شکرش باقیه که به جای سلبریتی گفتن چرای خاص و گفتن که یه سری از این سلبریتی ها باید تحت شدیدترین کنترل ها باشن، مثل علی دایی، ترانه علی دوستی، نمیدونم پرویز برومند، روریا غفوری، افراد اصطلاحاً سلبریتی و معروف و مشهور و تاثیرگذار داخل ایران مثل اصغر فرهادی و فاطمه معتمدآریا و گفتن که اینا باید ممنوع الخروج بشن و به وزارت اقتصاد دارایی گفته بوده که دارایی این افراد باید مدیریت بشه، یه عده از این افراد باید تهدید بشن، یه عدهشون هم باید حالا تهدید به رفتن به زندان بشن. حالا ترانه علی دوستی هم جزء دست اون افرادی بود که رفت زندان و گفته که یک فشارهایی بوده که وزارت ارشاد بعد به این افراد بیاره. بعد گفتن که آره این قضیه بعد از مهسا امینی بوده، حتی یک اشاراتی هم شده، حالا من اینو هم میگم که تو این نامه ها اینا نیست ولی خب خبرایی بوده که من از یه سری از منابع خبری خودم به دست آوردم که بدونید بازیکن‌های تیم ملی فوتبال ایران هم وقتی رفت دادن جام جهانی واقعا خانوادهشون تحت شدیدترین تهدیدها بودن، خودشون به شدت چندین تا مامورای اطلاعاتی امنیتی تو کمپ‌های تیم ملی بود، به شدت این افراد رو تهدید میکرد، تمام اموال این افراد رو در کسری از ثانیه میتونستن مصادره بکنن و خیلی از بازیکن‌های تیم ملی فوتبال توی شدیدترین استرس بودن. حتی تو مصاحبه‌ای که عادل فردوسی پور هم داشت با عزیز جهانبخش اگه اشتباه نکنم که اون هم توضیح داده بود که بازیکن‌های فوتبال توی شدیدترین شرایط بودن. حالا توی این نامه هم نسبت به این قضیه توضیح داده بود. اما این قضیه تا سلبریتی ها بوده، از قدیم هم بوده، اما از این زوایای دیگه. یه سری از این سلبریتی ها رو ما اگه تاریخچه فعالیت از این سلبریتی ها رو نگاه بکنیم در انتخاب های مثلا سال 92 یا 96 که اومدن و بنفش و زرد و قهوه‌ای و نمیدونم صورتی و هر رنگی که گیرشون میومد میپوشیدن و از یک کاندیدای خاص حمایت میکنن. اگه دقت هم کرده باشید بعد از افشاگری های ما در رسانه پشت پرده، چون هیچ کس دیگه ای نیومد راجع به این سلبریتی ها افشاگری بکنه، حداقل من میتونم کت این موضوع رو به تنم بکنم و بگم که بعد از افشاگری ما در خصوص سلبریتی ها که اومدیم افشاگری کردیم گفتیم آقا این افراد نباید تو حوزه‌های سیاسی یا تو حوزه‌هایی که تخصص ندارن اظهار نظر بکنن، فعالیتشون کمتر شد و عملاً دیگه کارایی خودشون رو که به عنوان یک ابزار بخوان ازشون استفاده بکنن رو دیگه ازشون گرفتیم. سیاسی‌ها و افراد مختلف نتونن از این محبوبیتشون سوء استفاده بکنن و جامعه و افراد رو تحت تاثیر قرار بدن. البته سلبریتی‌ها معتقد بودن که در همه جای دنیا خیلی از سلبریتی‌ها هستن که حمایت میکنن از سیاسی‌ها و افراد مختلف. بله در جامعه‌های اروپایی و در جامعه‌های امریکایی و جای دیگه اگر این اتفاق میفته سواد رسانه‌ای هم به مردم آموزش میدن، نوع برخورد با سلبریتی ها رو هم آموزش میدن، نه در سیستم بسته داخل ایران که همه چی فیلتره، همه چی محدوده، یه صدا سیمای میلی دارن و عملا یه سری آدم ها دسترسی به منابع آزاد ندارن و یه سری از این افراد رو اسطوره و بت خودشون میدونستن. شما نگاه نکنید مخاطبای عزیزی که الان دسترسی داره به یوتیوب و ویدیو منو میبینید، خیلی از افراد هستن که در دور افتاده ترین مناطق هستن و حتی یه اینترنت معمولی خیلی ساده رو هم به سختی بهش دسترسی دارن و فقط همون صدا و سیما رو میبینن. 4 تا از این سلبریتیایی که میارن تو صدا و سیما میبیننشون و جامعه کمی نیستن. خیلی از این افراد در مناطق دور افتاده جمعیتی بالای 10-15 میلیون نفرن در کل کشور به صورت گسترده و اینا میبینن که فلان سلبریتی رو بردن تو تلویزیون، بردن فلان جا، بردنشون توی نمیدونم فلان جشن که جمع میکنن افراد رو توی یک مثلا سالن ورزشی و این افراد رو میبینن و تصمیم میگیرن که رأی بدن و واقعا اینها بهشون میگن رأیای سنتی و قبلا هم بوده و بهشون میگفتن آقا بیا برو حمایت بکن، چون طرف حمایت میکرده یه امتیازی هم بهش میدادن. اما بعد از افشاگری ما طبیعتا یه سری از این سلبریتی ها عقب نشینی کردن و گفتن که ای بابا ما اگه بریم این کار رو انجام بدیم رسوا میشیم. خیلی هاشون هم حتی بعد از اون هشتگ تا 1400 با روحانی اگه یادتون باشه
خیلی از بازیگرا بودن مثل باران کوثری و حامد بهداد که دوست پسرش بود و اینا اومده بودن و رفته بودن این کار رو انجام داده بودن، اومدن مثل نوید محمدزاده اومدن و پس گرفتن. البته اونجا خوب براشون سرفیده بود و پول خوبی بهشون پرداخت شد. بعدش گفتن که نه الان نون تو اینه که ما از این آدما حمایت نکنیم و اومدن معذرت خواهی کردن و کشیدن عقب و عملا دیگه حمایت نکردن از این سیاسی ها و یه مقداری بعد از اون افشاگری های ما در صنعت پررونق سینمای ایران که گفته بودیم یه مقداری فساد هم توی سلبریتی ها وجود داره، مخصوصا در سینمای ایران و بین بازیکن فوتبال هم البته که بازیگرا بازیکن‌ها لامصب ضبط‌دری با هم دیگه عوض میکنن و یه چیزی کثیف عجیب و غریبه. یه مقداری خب یه سری از این سلبریتی هم دیگه دستشون روش شد، یه سری از این تهیه کننده هم دستشون روش شد، خیلی از نهادها ورود پیدا کردن. این افراد هم عملاً دیگه جایگاه خاصی بین مردم نداشتن. یا گفتن که آقا نه بهمون بازی میدن نه جایگاهی داریم. خیلی از این بازیگرای خانومی که جوون بودن ترگل ورگل بودن میرفتن زیر تهیه کننده ها میخوابیدن، دیگه اون موقع سنشون رفته بود بالا، بهشون بازی نمیدادن، دست به افشاگری زدن. ناگاهی عده‌شون شدن سیاسی، عده‌شون هم شدن فعال سیاسی. تا قبلش که خوب بود کسی کارشون نداشت، چون میگفتن حالا این هست و یه امتیاز هم ازش میگیریم. پس این کمیته‌هایی که اینا میان جلساتشون میذارن و نمیدونم BBC به عنوان یک خبر محرمانه بهش میپردازه، همچین خبر محرمانه نبوده. تا قبلا هم همین بوده، فشار روی بعضی از سلبریتی‌ها بوده، ممنوع تصویر بودن، ممنوع کار بودن، اما اونقدر قضیهشون وایرال نمیشده. یه نکته دیگه هم تو پرانتز بگم، حالا بحث سلبریتی‌ها شد. خیلی‌ها میگن که آره تو چرا فساد راجع به سلبریتی‌ها و بازیگرا میگی؟ تو همه صنعت‌ها فساد هست، چرا راجع به فساد توی سلبریتی‌ها میگی؟ بله توی همه مشاغل هست، تو همه صنف‌ها هست، اما کسی نمیاد مثلا خبر فلان معلم رو وایرال بکنه. اگر اون معلم یه آدم موفقی باشه بره توی یک رستوران، اگه یه معلم و یک سلبریتی بره تو رستوران، بهترین میزو به کی میدن؟ بهترین میزو میدن به اون سلبریتیه. اگه یک معلم و یک سلبریتی برن توی کنسرت، ردیف اول به کی میدن؟ میدن به سلبریتیه. کی رو معرفی میکنن؟ مقدم فلانی فلان گندگوز فلان فلان معروف فلان گوزخر فلان اینا، برمی‌دارن اون سلبریتی رو بلند میکنن تو جمعیت و مردم براش دست میزنن. آیا اون معلم میرن براش دست بزنن؟ پس طبیعتا این خبر سلبریتیاست که همیشه وایرال میشه، این سلبریتیاست که همیشه فرش قرمز براشون پهن میشه و هزاران چیز دیگه. پس به خاطر همینه که موضوع سلبریتی هم وایرال میشه، فسادشون بیشتر وایرال میشه و اتفاقات دیگه. موضوع بعدیش هم این بودش که یه عده میگفتن که چرا راجع به سلبریتی ها مثبت نمیگی؟ والا ما راجع به بعضی از این سلبریتی ها مثبت میگیم که دو زاویه وجود داره. اولا اینکه زاویه ازش این هستش که عموما حاشیه‌ها و نکات منفی بیشتر توسط عده وایرال میشه و شیر میشه و به اشتراک گذاشته میشه. نکته دوم این هستش که تا میام راجع به یکی حرف بزنیم سر میگن یه پولی گرفته احتمالاً راجع به رو صحبت کرده، ولی خب ما به این حرفا که پا نمیدیم، سعی میکنیم که کار خودمون رو انجام بدیم و کلا با این افراد کاری نداریم. ولی میخوام به شما بگم که یه همچین زوایای مختلفی ما داریم. در هر صورت یه همچین کمیته به حال بوده، قبلا هم بوده و فشار آورده روی سلبریتی. اگه دقت هم کرده باشید یه همچین نامه‌ای وقتی میاد بیرون قطعاً یه خبرایی هم به گوش ما توسط منابعمون میرسه دیگه. من خودم توی این 5-6 ماه گذشته در رسانه پشت پرده که خدا رو شکر با وجود شما بینندگان گل و نازنین مخاطبای ما بیشتر شدن، سعی کردم که مقدار خبر سلبریتی ها رو کمتر پوشش بدم، چون میدونستم فشار روشون زیاده. سعی کردم که افشاگری ها نسبت بهشون کمتر بکنم و دوز افشاگری هامون هم آوردیم پایینتر نسبت به سلبریتی ها، چون میدونیم که آقا این اتفاقات هست. یعنی شعورمون حداقل نسبت به این اتفاق میرسه. چون یه عده فکر میکنن که ما یه دونه کت پوشیدیم اومدیم نشستیم جلوی دوربین همینجوری علی مکه چرت و پرتی داره میگیم. نه واقعا اینطوری نیست. در هر صورت مرسی که تا این لحظه ما بودید. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید و مرسی که تا این لحظه با ما همراه